با سلام به سردار سرتشتک دکتر سبزعلی رضایی، شما در مصاحبه‌ای به تاکتیک‌های ناشناخته نظام در مقابله با دشمن اشاره کردید. میشه در این باره توضیح بفرمایید؟ من به عنوان کارشناس ارشد اقتصادی با گرایش پول و معدل 19 و به عنوان کاندیدای مادام العمر ریاست جمهوری عرض می‌کنم که ما تاکتیک‌های پیچیده‌ای داریم. مثلا الان میگن آسمون ما دست دشمنه. خب این که کاری نداره. برای بچه‌های بسیجی 4 تا پایگاه رو جمع میکنیم به سبک عملیات والفجر 16. هر کی یه سر آسمون رو میگیره یه زور میزنیم آسمونمون رو از دست دشمن در میاریم. تاکتیک دیگه اینه که ایران رو به نقطه دورتری منتقل کنیم که از برد سلاح‌های دشمن در امان باشه. اگر امکانش نبود پلن بی دارم. به مردم زبان بورکینافاسویی یاد میدیم به طوری که وقتی دشمنا اومدن فکر کنن اینجای کشور دیگه است بیخیال بشن. یا شبها فقط کافیه همه چراغا رو خاموش کنیم، دشمن میاد ببینه کسی نیست میره. از این تاکتیکا زیاده. به پای وقت ریز دارم.